سلام دوستا، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. خوش آمدید به یک ویلاگ دیگه. در این ویلاگ تصمیم دارم که کباب کوبیده مرغ آماده کنیم. بریم با هم دیگه این غذای خوشمزه را آماده کنیم. خوب دوستای عزیز، در قدم اول لیسیخای چوبی خود قدی آب جوش تر میکنیم مدت 20 دقیقه. خب ما ظرف بزرگتر از این نداشتم که چوبا رو داخلش تر میکردم. اگه شما دارین چیزی بهتر خیر داخلش تر کنید. خب دوستا، حال پاپریکا را ریز ریز کنید داخل ازی. و 3 عدد پیاز متوسط همچنان با همدیگه خوب خرد میکنیم. پیازای باقی مانده را باز خرد کنیم. خب دوستا، پیاز همراه دلمه خود ماشین کردیم. حال آب زیر میگیریم. خب دوستا، حال گوشت ریزه ریزه کنیم. خب دوستای عزیز، گوشت خرد خرد کردم. حالا میخوایم که را ماشین کنم.
دوستا گوشت ماشین کردیم. حالا یک دانه لیمو داریم. لیمو را اندازه یک قاشق چایخوری رندم، البته پوست لیمو را. خوب دوستا اندازه یک قاشق چایخوری پوست لیمو را رنده کردم. حالا در گوشت اضافه نمیره. یک مقدار جعفری را اضافه کنیم. البته جعفری را ما قبلا خرد کردم. و موادی که اینجا داشتیم نمک بود، نمک به مقدار ضرورت، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، ادویه 7 مساله 1 قاشق غذاخوری، تخم گشنیج 1 قاشق غذاخوری، پاپریکا 1 قاشق غذاخوری و 1 قاشق غذاخوری آرد. همگی مواد را خوب با هم میکس کنیم. البته پیاز و دلمه‌ای که قبلا رنده کرده بودیم آبش گرفتیم، او را همچنان اضافه میکنیم. خوب دوستای عزیز، همه مواد ها را ماشین کردم و محلول کردم. هم مواد را سر مواد خود سیلیکون گرفتم و این مدت 1 ساعت در یخچال میمانم تا او زمان ما برم ظرفای خود بوشیم و جابجا کنم. خوب دوستای عزیز، بعد از 1 ساعت مواد ما آماده شد و آلی را میخوایم آماده کنیم در سیخ. خوب دوستای عزیز، کبابا را شکل دادم، آماده کردم. ما کم ذره مواد را زیاد نرم کرده بودم، شکل دادنش کم ذره سخت شد و شما مواد کم ذره درشتر بمانید. حال ای آماده است در فیر میمانم. کباب در داشت گذاشتیم مدت 10 دقیقه تا او زمان آبی پیاز و دلمه سرخ که داشتیم ایره حالا میگیریم. درش 1 قاشق روغن زیتون اضافه میکنیم، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه میکنیم و نمک به مقدار ضرورت. و 1 قاشق هم روب دهش اضافه میکنیم، 1 قاشق غذاخوری. این مواد خوب میکس میکنیم. بعد از 10 دقیقه که کبابا را از فیر کشیدیم با این رویش چرب میکنیم. خوب دوستا، بعد از 10 دقیقه را از داش کشیدیم. حالا همون موادی که درست کرده بودیم همراهش را چرب میکنیم.
دوستا ای را دوباره به مدت 5 دقیقه در داش میگذاریم. بعد 5 دقیقه از داش بیرون کردیم. حالا رویش برگردان مونیم. حال ریش موادی که از روب و روغن و آب لیمو درست کرده بودیم دوباره رویش چرب می‌کنیم و به مدت 10 دقیقه دوباره در داش قرار میدهیم. خب دوستایام کباب ما که آماده شد. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. اگر از ویدیوی ما خوشتان آمده لایک و سابسکرایب کنید. این ویدیو را به دیگه دوستایتان همچنان شیر کنید. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.